سلام به همه دوستان و عزیزان. آقا امروز این دستگاه جی پلاس 40 اینچ آمد اینجا. بعد حالا این جای آیسی سوختش هم که کلا مشخصه که اینجا سوخته و این آیسیش هم که شکسته، لبه یک دونه پایش کلا شکسته، یعنی توی این قسمت هایی که مشخصه. حالا تلویزیونش جی پلاسه، اگه بشه باید برده دوتا یکیش کنم. و نمایندگی هم گفته اصلا به هیچ عنوان درست شدنی نیست، هیچ عنوان درست شدنی نیست. و این هم تاریخی که امروز، این هم 1403، این هم 12 امروز هم که 9. هم برم ببینم درست شدنی هست یا نه. این هم از بردش، این هم از تلویزیونش، این هم که از تاریخ امروز. فیلم بعدیش هم اگر درست شد براتون میذارم.